سلام خدمت دوستان نهایت گرامی. امیدوار هستیم در هر جای از دنیا باشین جای صحتمند و سلامت باشین. دوستان نهایت عزیز، یه اولین ویدیوی از که در یوتیوب به نشر میرسونیم. از این بعد تصمیم داریم که در بخش پروفایل شروع کنیم. گزارش و فیلم برای شما تهیه می‌کنیم. امیدوار هستیم که فیلم و گزارشات از ما مورد پسند شما قرار بگیرم. دوستان عزیز، ما تنها نیستیم، بعضی کار همونجان هم برای ما هست، بعضی روسیری هم هست، ما هم برای شما به معرفی میرسونیم. خوب همایی شما. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت دوستان، انشالله که در هر گوشه و کنار دنیا که هستین خوشحال سلامت سرحال باشین، همراه با فامیل عزیزتان. خب دوستان عزیز، خدمت شما عرض کنم که ما تصمیم داریم که از این به بعد انشالله در این زمینه مثلا شروع به فعالیت کنیم و از شما تقاضامندیم که ما را حمایت کنین. خب ما فعلا اولی کار، خب از این به بعد تصمیم داریم که مثلا این فعالیت هر روز فعالیت های بیشتر را انجام بدیم. خب ما زیاجان هم که فعلا ساکن شهر مشهد ایرانیم. خب از این به بعد به طور مثال همین گزارش هایی که به شما تهیه نیم، مثلا در بعضی از مناطق کشور ایران برای شما مثلا تهیه نیم. خب در به همین موضوعات مثلا زیاد تمرکز داریم دیگه. خب شما و شما دوستان عزیزم امید داریم که مثلا ما را مورد حمایت قرار بدیم و دیگه انشالله موفق باشیم. و یک چیزی که به یادشون بمونه، مو زیاجان کس از این به بعد در کانال خودی که به اسم خودشان است، به اسم زیا سلیمی، ما را مورد حمایتتان قرار بدیم. دوستان نهایت عزیز میتونیم برای از ما پیشنهاد بدیم مثلا چی نوع برنامه ها از ایران برای شما تهیه کنیم. زیر کومنت ها برای من بنویسید. ما همونجان از همو طبق علاقه شما چیزی که شما بگید، مثلا سوژه هایی که به ذهنتان آمد کامنت کنید، ما هم دیگه میسازیم. دیگه دوستان نهایت عزیز، تنها فعالیت از ما از ایران نیست. ما در کانال خود دوستانی از کابل، از جعفری، از افغانستان هم ادمین میکنیم که از اونجا برای شما فعالیت گزارش تهیه پخش کنم. دیگه ما اونجا دیدن که ساکن ایران هستیم، دیگه از اینجا برای شما برنامه میسازیم. دیگه دوستانی که همکار ما خود شدن، مثلا از کابل و جعفری و افغانستان برای شما ویدیو تهیه پخش میدیم. دیگه همایی چی برای دوستان. خب دوستان عزیز، دیگه تمام گفتنی ها را از جان برای شما گفتک و خب من دیگه از این به بعد انشالله شروع به فعالیت میدیم دیگه و امیدوارم که مورد پسند تک تک شما قرار بگیره. سلامت باشید. دوستان نهایت عزیز، ما زیادتر از این وقت شما رو نمیگیریم. امیدوار هستیم که در هر جای از دنیا باشین، صحت سلامت باشین. تا برنامه بعد بدرود.